توجه! مطالب گفته شده در این ویدیو حاصل تحقیقات و تجربیات مشاورین علوم ماورایی و تعالیم ادیان مختلف بوده و ما صحت داشتن یا نداشتن آنها را تأیید یا رد نمی کنیم. آیا می دانستید که اجنه و شیاطین همانند فرشتگان دارای انواع و طبقه بندی های مختلفی می باشند؟ آیا می دانستید که برخی از آنها دارای مقام های بالاتر و حتی شهرت بیشتری نسبت به سایرین می باشند؟ در ویدیوی امروز قراره به اسامی قوی ترین و مشهورترین موجودات اهریمنی بپردازیم که برخی از محققین به آنها لقب شاهزادگان جهنم را داده‌اند. بنابراین ویدیوی امروز رو تا انتها ببینید. برای حمایت از ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. اگر آماده ای یه نفس عمیق بکش و برو در ادوار مختلف تاریخ همواره افراد بسیاری تلاش کردند که اجنه و موجودات اهریمنی را طبقه بندی کرده و با آگاهی یافتن از انواع آنها این موجودات تاریک را بیشتر بشناسند. هدف آنها از این کار استفاده از این دانش در عمل جنگیری و کمک به قربانیان، گاهی جادو و جادوگری و گاهی هم تنها علاقه به شیطان شناسی بوده است. یکی از اولین افرادی که به طبقه بندی اجنه و ثبت آن به عنوان یک سند علمی پرداخته است حضرت سلیمان می باشد. همانطور که مسلماً می دانید حضرت سلیمان نه تنها بر انسانها و حیوانات بلکه بر اجنه هم فرمان روایی می کرد و از نیروی آنها در جهت ساخت اورشلیم استفاده به عمل می آورد. در مورد حضرت سلیمان و انگشتر معروف و قدرتمند او که به او توان پادشاهی بر اجنه را میداده در ویدیوهای آینده به طور کامل خواهیم پرداخت. اما طبقه بندی که امروز از آن استفاده خواهیم کرد برگرفته از آثار پیتر بینسفیلد می باشد. پیتر بینسفیلد یک بیشاپ و راهب مسیحی آلمانی تبار بود که از کودکی برای تحصیل علوم الهی به شهر روم در ایتالیا فرستاده شده بود. او بعدها به شهرت و مقام والایی دست یافت و در دوران مبارزه کلیساها با جادو و جادوگری یکی از مسئولین اصلی رسیدگی به امور جادوگران و مجازات آنها بود. اما چرا طبقه بندی پدر بینسفیلد تا این حد اهمیت دارد و معروف می باشد؟ او در قرن 15 میلادی کتابی را با نام اعترافات جادوگران به چاپ رساند. در این کتاب اطلاعاتی که جادوگران و دعانویسان در هنگام دستگیری و شکنجه در مورد اجنه و شیاطین برملا نموده‌اند ذکر شده و بر همین اساس پیتر بینسفیلد معروفترین و قویترین شیاطین و اجنه که جادوگران ماهر به آنان اشاره نمودند را به این شکل معرفی کرده است. اولین و قویترین شیاطین کسی نمی باشد جز لوسیفر، پادشاه و ارباب جهنم و جهنمیان. در مورد لوسیفر و زندگی نامه اصلی او در ویدیوی دیگری که لینک اون رو مشاهده می کنید به طور کامل صحبت کردیم و به همین خاطر قصد ورود مجدد به این قضیه را ندارم. اما همینقدر باید بدانید که لوسیفر نماد غرور است که اصلی ترین گناه در میان 7 گناه کبیره از دیدگاه حضرت عیسی و مسیحیان می باشد. او را در برخی فرهنگ ها گاهی با عزازیل اشتباه می گیرند، در حالی که عزازیل دارای جایگاه بسیار پایین تری است. لوسیفر ارباب و فرمانروای بیچون و چرای اجنه و جهنمیان است و تمامی موارد بعدی زیر دستان او محسوب می شوند. اهریمن شماره 2 بیلزباب. بیلزباب را دست راست شیطان و بعد از لوسیفر بالاترین مقام جهنم دانسته و حتی برخی از مورخین او را جانشین شیطان نیز معرفی کردند. او
جزو معدود شیاطین صاحب بال بوده و او را گاهی ارباب پرندگان و حشرات موذی نیز می‌نامند. بیلزباب یک اهریمن به تمام معناست. او مردمان را فریب داده، آنها را به پرستش شیطان، جنگ و قتل و خونریزی وامی دارد. او استاد ایجاد هرج و مرج و بازی با ذهن و روح انسانهای دارای اراده و ایمان ضعیف می باشد. نام بیلزباب یکی از پرتکرارترین و مشهورترین نامهای اجنه و شیاطین در طول تاریخ و مذاهب و فرهنگ‌های مختلف می باشد. اهریمن سوم، آزمودئوس. آزمودئوس نماد گناه کبیره شهوت می باشد. به نام او بیشتر در دین یهودیت اشاره شده است، اما در دین مسیحیت و سایر مذاهب نیز او صاحب شهرت و شناخته شده می باشد. تاریک‌ترین نکته در مورد آزمودئوس این است که او جزو شیاطینی می باشد که تاکنون بیشترین تعداد انسانهای تاریخ را تسخیر و جن‌زده کرده است. با اینکه اهریمن‌های والارده و دارای درجات بالا معمولاً خودشان دست به تسخیر بدن انسانها نزده و تسخیر و جن‌زدگی معمولاً توسط اجنه صورت می‌گیرد که جایگاه بسیار پایین‌تری دارند، اما آزمودئوس، این اهریمن پلید، از تسخیر انسانها لذت می‌برد و در طول تاریخ انسانهای بسیاری قربانی او گردیدند. در میان جنگیران ماهر و با تجربه همواره این صحبت وجود دارد که جنگیری و نجات قربانیانی که توسط آزمودئوس تسخیر شده‌اند بی نهایت سخت بوده و متاسفانه اکثر قربانیان او می‌میرند. ظاهر آزمودئوس معمولاً به شکل موجودی اهریمنی دارای سم و چند سر ترسیم شده است و نماد ظاهری او برای ما کاملاً یادآور شمایل یک جن می باشد. اهریمن شماره 4، لویاتان. لویاتان همان هیولا و اهریمن غول‌پیکر ساکن دریاها و اقیانوس‌ها می باشد. در مورد او داستان‌ها و افسانه‌های بسیار زیادی در طول تاریخ نقل شده است. افراد زیادی همواره ادعا داشتند که یک موجود بسیار بزرگ و وحشتناک در اقیانوس‌ها زندگی می‌کند. حتی در عصر حاضر نیز خیلی‌ها به حضور این موجود مرموز باور دارند. شاید اطلاع نداشته باشید، اما سازمان فضانوردی آمریکا معروف به ناسا ابتدا با هدف تحقیق و جستجو در اقیانوس‌های کره زمین تشکیل شد. آنها بعد از چند سال به طور ناگهانی تمامی تحقیقات خود بر روی آبها و اقیانوس‌ها را لغو کرده و به سمت فضا و فضانوردی تغییر کاربری دادند. بسیاری بر این باورند که آنها با موجودی فوق‌العاده قدرتمند و هراس‌آور در اقیانوس‌ها مواجه گردیده و به همین خاطر از ادامه تحقیقات خود در آبهای عمیق صرف نظر کردند. گمانها بر این است که این موجود همان لویاتان بوده است. او در فرهنگ آنگلوساکسون ها با عنوان هیولای بزرگ ساکن دریاها با دهانی که دروازه جهنم است توصیف شده است. آنها معتقد بودند که راه ورود به جهنم از طریق دهان لویاتان و بلعیده شدن توسط او می باشد. برخی حتی بر این باورند که او همان نهنگ معروفی است که حضرت یونس را بلعیده و در قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی به این داستان اشاره شده است. اهریمن پنجم، مامون. بر طبق باور پیتر بینسفیلد، مامون نماد گناه حرص و طمع می باشد. او انسانها را به حرص و زیاده خواهی و مال دنیا پرستی دعوت کرده و فریب می دهد. برخی مامون را نه یک اهریمن بلکه یک تفکر و باور حول محور پول پرستی و حرص و طمع دانسته. برخی نیز او را همان بیلزباب می دانند. شاید او همانند شیاطین قبلی ترسناک و هلاک کننده به نظر نیاید، اما باید بدانید که حرص و ولع همواره انسانهای بسیاری را
وادار به ارتکاب فجیع‌ترین و منزجر کننده ترین اعمال نموده است. اهریمن شماره 6 بلفگور. بلفگور اهریمنی است که انسانها را به تنبلی و تنبارگی وسوسه می کند. گفته می شود که او گاهی از اموال و دارایی‌های مردم دزدی می کند و دلیل گم شدن ناگهانی مال و دارایی می باشد. بلفگور گاهی همان بال در نظر گرفته می شود که جنی است که کودکان را دزدیده و به بردگی خود در می آورد. در آخر کشیش و شکارچی جادوگر معروف پیتر بینسفیلد اشاره می کند که برخی جادوگران از نام شیطان یا همان سیتن به عنوان اهریمنی مجزا از لوسیفر و به عنوان یکی از مقامات بالای جهنم یاد می کنند. اما از آنجایی که این قضیه مخالفان زیادی در میان محققین دارد و لوسیفر همان شیطان می باشد، بیش از این به آن نخواهیم پرداخت. با تمامی این اوصاف نظر شما چیست؟ آیا موجودات اهریمنی و ابلیس واقعاً وجود دارند؟ آیا آنها واقعاً دارای انواع و مقامات و درجات مختلفی می باشند؟ و اینکه آیا اجنه و شیاطین واقعاً می توانند ما انسانها را فریب بدهند؟ لطفاً نظرات خودتون رو با ما در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید. اگر از این ویدیو راضی بودید لطفاً اون رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. ما در تاریکی کار میکنیم تا به روشنایی خدمت کنیم. تا ویدیوی بعد شما رو به نور میسپارم.